دوست برایم گفت چرا آشفته هستی این چند روز؟ جای آشفتگی نیست وقت مردمت روزهاست آواره اند، شب و روز ندارند، وقت هزارها کودک بی سرپرست شده اند، وقت همشهریانت از ناداری در این هوای سرد روی خیابان گرسنه میخوابند، وقت یگانه سرپناه خیلی از مردمت به یک بارگی هیچ شد، وقت نمادهای بی‌نظیر زادگاهت یکی پی دیگر دارند ترک میخورند. جای آشفتگی است وقت شهرت در غم غرق است، وقت شهرت تنهاست. آشفته میشی وقت این همه درد را ببینی و حس کنی ولی کار نتوانی انجام بدی. وقت ببینی انسانهای بیشرف از درماندگی مردمت استفاده سو میکنند، آشفته میشوی دیگر.